سلام و وقت بخیر خدمت عزیز. خوشحالم که شب تونستیم رست ساعت کنارتون باشیم. امیدوارم تصفیق باشه، یک شب رو کنار هم داشته باشیم. اگه من یه فیدبکی داشته باشم که صدا و تصویر خوبه، عالی، خدا رو شکر. ممنونم. مرسی. بسیار خوب. بسیار عالی. کنارتون هستیم با موضوع بسیار جذاب و مهم که به قدری مراجعه کننده های زیادی من در واقع سالهای اخیر داشتم. مراجعه‌ای که پشت سر هم با یک شکایت تکراری، زنان قوی و مستقل که بعد از شاید ماه‌ها و یا سالها زندگی با یک همسری که ابتدای کار فکر کردن اوضاع خیلی پیش خواهد رفت و همه چیز رو به دست گرفت. چشمای خوبی می‌بینم. سلام همتون. چقدر خوب که کنارم هستید. و بعد از مدت‌ها تلاش فکر می‌کردن که به راحتی میتونن زندگی رو پیش ببرن، زندگی رو مدیریت بکنن و به توان و بازوی خودشون در واقع اطمینان داشتن. اما آروم آروم اتفاقی که برای هر زن مستقل و قوی میفته، من کمی جابجا بشم که تصویر کامل داشته باشید. اما اتفاقی که برای هر زن قوی و مستقلی میفته برای مراجعین عزیز ما هم افتاد و باعث شد که من تصمیم بگیرم موضوع وبینار رو موضوع انتخاب کنم که بسیار شایعه، نه فقط در سرزمین ما که در همه سرزمین ها، ولی شاید حالا یواش یواش تو این یک ساعت متوجه بشیم که چرا این اتفاق برای ما میفته. خب من بگم خدمتتون که چه اتفاقی قرار امشب بیفته. ما اول در مورد زنان وابسته، مردان وابسته و زنان مستقلی میخوایم صحبت کنیم که اصل صحبت ماست. ولی قبلش بگیم که ما یک زن مستقل نسبی داریم و نرمال و طبیعی و یک زن مستقل افراطی داریم. صحبت ما در ارتباط با هم زنان سلام به روی ماهتون، هم در مورد زنان مستقل نسبی و سالم هست و هم زنان مستقل افراطی. زنان مستقل سالم و طبیعی رو در چند دقیقه در موردش صحبت میکنیم و اصل ماجرا به زنان مستقل افراطی میپردازیم. یه زن مستقل، زنانی که دوست دارن که گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن، خودشون کار میکنن، خودشون درآمد خونه رو دارن، تحت نفوذ یا کنترل میخوان نباشن. و خب زنان مستقل زنانی هستن که اگر به طور نسبی باشن، به خاطر اینکه توی خانواده در دوران کودکی خیلی خوب تشویق شدن، خیلی حمایت شدن، والدینی داشتن که اونها هم در واقع استقلال اونها رو مورد حمایت قرار دادن، جامعه و فرهنگ از اونها استقبال کرده و در واقع تونستن یک فضای امنی رو داشته باشن و خب مستقل هم باشن. خیلی هم خوبه. زن مستقلی که به طور نسبی مستقل باشه بسیار خوبه، بسیار پسندیده است و قطعاً هم میتونه انتخاب مناسبی داشته باشه و قطعاً هم یک در واقع ویژگی‌های خاصی رو باید یک مرد داشته باشه که کنارش زندگی خوبی داشته باشه. پس ما امشب کاری به زنان مستقل نسبی نداریم. زنانی که به طور نسبی مستقلن تقریباً در فضای سالم، فضای تشویقی، فضای حامی، فضایی که الگوهای مستقلی توسط والدین داشتن بزرگ شدن. خیلی هم خوبه، جامعه هم ازشون حمایت میکنه. اما زنان مستقل افراطی،
ببینیم برای زنان مستقل افراطی که مراجعین ما هم جزو آنها بوده اند چه اتفاقی میفته. زنان مستقل افراطی زنانی هستند که اصرار بر استقلالشون دارن، اصرار بر خودکفاییشون دارن، اصرار دارن که از نظر مالی به کسی وابسته نباشن، از نظر عاطفی به کسی وابسته نباشن، از نظر ارتباطی به کسی وابسته نباشن. داریم یواش یواش از یک درد عمیق و شاید زخمی کهنه در زنان صحبت می‌کنیم و می‌خوایم ببینیم چی میشه که یک زن مصرانه می‌خواد تمام جنبه‌های زندگی رو خودش هندل کنه و پیش ببره و با این روش احساس امنیت بکنه. قطعاً اگر بخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم باید ببینیم این زن مستقل افراطی ما که برای کارهایی که به طور طبیعی یک انسان از کسی کمک میگیره حاضر نیستند کمک بگیرن و گاهن ترجیح میدن کمک نگیرن، چه فضایی رو در کودکی داشته. من دلایل مختلف، ببخشید که نمیتونم نوشته هاتون رو بخونم، مرسی از همه شما، دلایل مختلفی که یک زن میتواند مستقل افراطی شود چیست؟ به نظر من اجبارهایی در کودکی بوده، فضاهایی در کودکی بوده، عدم امنیتهایی بوده که یکی یکی برای شما برمی شمارم و اگر فکر میکنید زن مستقل افراطی هستید که بار خانه را به دوش میکشید به این امید که خوش بگذرد و نمیگذرد و جز فرسودگی و خستگی چیزی نصیب شما نشده، شاید امشب یکی از این دلایل رو در خودتون ردیابی کنید، پیدا کنید و شاید امشب اتفاقی در ذهن شما بیفته. بعید میدونم که حالا به هر دلیلی یک سوالی در ذهن کسی که در وبینار کنار ما هست بوده که اینجاست، اما از اولین دلیلی بگم که یک زن رو ممکنه به سمت استقلال افراطی ببره. گاهی وقتا در کودکی تجربه رها شدن و تجربه تنهایی در یک کودک که به هر دلیلی میتونه باشه، میتونه این برداشت تو ذهنش شکل بگیره که شاید تو تنها بمانی، رها بشی، همینطور که در کودکی رها شدی، همینطور که در کودکی تنها شدی، همینطور که مورد توجه و لطف نبودی. خب ذهن میگه که مستقل شو، قوی باش، چون دنیا ممکنه دوباره تو را در معرض رها شدگی قرار بده و انسان‌هایی که در زندگیت میان سر راهت شاید ماندنی نباشد. این یکی از دلایل بسیار مهمه. یه دلیل دیگر رو براتون بگم، والدینی که غایب بودن، والدینی که نبودن، والدینی که ظاهراً بودن ولی در اصل نبودن، والدینی که حالا به دلیل شغلی، کاری، بیماری، سفر، خاطره‌ای زن مستقل امروز ما از حضور پدر یا مادر به طور جدی در کودکی کنارش نداشته. حتی میتونه یک مادر بسیار، در واقع مادر خودش هم شاید مستقل افراطی بوده و نبوده و همش سر کار بوده و غایب بوده. این هم میتونه یک زن رو به سمت استقلال افراطی ببره. بذارید از والدینی بگم که شاید یک زن مستقل کودکیش رو در همچین فضایی بوده. ممکنه که خیانت حاکم بوده به زندگی یا گاهن شکست‌های مکرری که توی خونه بوده. باعث بشه که پشتوانه‌ای نداشته باشی. خیانت‌ها این رو در ذهن یک کودک ایجاد میکنه که امنیتی توی این خونه نیست. مستقل شو، بگم که شاید به دلیل تنبیه، تحقیر، پیام‌هایی مثل گریه نکن، قوی باش، روی پای خودت بایست،
پیام ها رو میتونیم ما به طور ضمنی یا آشکار در کودکی دریافت کرده باشیم و ما رو به سمت قوی بودن افراطی برده باشه. از زن مستقلی میگم که شاید در کودکیش مادر همیشه با نقش قربانی اومده، از درداش گفته، از زخماش گفته که هیچ مادری مجاز نیست هرگز در هیچ سنی به فرزندش به خودش اجازه بده انقدر درد و دل بکنه. دختری که شنونده مادر قربانی است به این نتیجه میرسه که من نمیخوام مثل مادرم قربانی بشم، پس من باید زن قوی باشم و بتونم مدیریت زندگیم رو خودم به دست بگیرم. از زن مستقلی میگم که شاید کودکیش به خاطر فرار از آسیب پذیری، به خاطر اینکه آسیب‌های زیادی در کودکیش دیده، نمیخواد حتی به شریک عاطفیش هم تکیه کنه. بذارید از زن مستقلی بگم که شاید در کودکیش مجبور شد خیلی زود بزرگ بشه. از فرزند اولی بگم که خیلی زود خواهر و برادر یا سایر بچه‌ها رو وظیفه‌شون رو گذاشتن رو دوش دختر اول که هیچ یک از، درسته که بچه‌ها باید کمک حال والدین باشن، ولی وظیفه هیچ فرزندی نیست که از خواهر و برادر خودش وقتی خودش کودکه، این خودش کودک آزاریه، نگران اونها باشه و از اونها مراقبت کنه. و چه بسیار مراجعینی که از این خاطرات در این اتاق برای من گفتن